با درجه عالی رفته شده تو که من پیشی برگیرم برم من حوضی میام نیم ساعت پس میام آفیزش زفر رو بیای یک بیمار تجیلا باید جراحی کردن در خیرورگ فرار میکنه میگه که اینا در جراحی کنه که وضعیتش بیزه باید همه چیز رو آماده میکنه جراح میاد بیمار رو جراحی میکنه مدوزا محکم میکنه که یاردمچیش میگه رفیق دکتر در اشکمش قیچی رو فراموش کردی میگه براستی میگه ها میکنه کوکور اثر جراحی میکنه قیچی را در اشکم بیمار میگیره مدوزا که با یاردمچی میگه رفیق دکتر اینا به فکر بود در درونش پخته رو فراموش کردی این دکتر دیولا میشه با خود جراحی میکنه کوکور میکنه پخته رو میگیره محکم میکنه که یک دخترک میسه میگه دکتر در درون اشکمش پینسپ نیست با دکتر در اشکم جراحی میکنه پینسپ های درونش میگیره مدوزا محکم میکنه که بیمار بهش میآید 3 بار جراحیش میکنه بعد طرف همون دکتر میگه رفیق دکتر آخه همین کندن دختر نمیشه در اشکم ما یک تا زماق بمون چیزی که درکا باشه بگی با محکمش که دوستان عزیز خواستیم که یک آهنگ ایجاد کنیم چندین آهنگ سازا را خواهش کردم یک آهنگ بتین گفتن $1000 $1500 بسیار قیمت بعد پیش استاد کمال رفتم گفتم یک آهنگ تیار دارم تشریف امیر بخوان ان شاء الله که حالا مقصد یک هنرمندی شایسته میشه حالا بعد استاد هم آهنگ شد داد میخوانم مکی در گوشه بام تو خوشم میآید سر تراشانه می تکوتن پوش سیاهی خواجه بگو که منم استایلنگی سر تراش همچون مطاب نگارم جنگلک موی داره همچون مطاب نگارم جنگلک موی داره آی چرخان فلکا مرا بچرخان وردی سر پاگیزه تراش سر پاگیزه تراش سر پاگیزه تراش یا خرسک میزنیم به افتخار استاد کمال حالا دوستان عزیز نچلیک میلیسیا یک اوچسکه باید دعوت میکنه فیرات میگه انا خیلی سلامت تو خوب میگه مشوه رفیق سردار میگم که خبر آمد که تریتورت بسیار تیشینه آیا بسیار تیشینه هم که گپ آمد موینا آمدن گفتن که تریتور همو اوچسکه های بسیار تیشینه آفرین همین خیلی قپیدن در کار بعد اوچسکه های میگه رفیق نچلیک تریتور همین خیلی تیشینه که 3 روز پیش یا کسا کشتن هیچ کی درک سر نیافت هموطنان عزیز جشن استقلالیت و تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد جشن استقلالیت و تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد سلام علیکم مردم شرفمند تاجیکستان این حال ما در ناحیه شرینه در خانه پیرانسالان قرار داریم که 200 نفر زیاد در اینجا پیرانسالان استراحت دارن مقصد زندگی میکنن الان چون این برادران عزیز برادرم با خانه آمده است دوست برادرم صحبت کردیم خیلی اینا رفتیم که شما بزرگدار نباشید همیشه حکومت تاجیکستان با شما رو نمیگذارد که تنها باشید علامت باشه نگه هر کی خدمت یتیمی خسرا باز یا بعد جنتی در بسته را هزار باران شکرانه که همین اکی تشریف همینجا به خانه پیرانسالان مایبان شهری نو در خانه پیرانسالان مایبان ما را خبرگیری کردم با همین سخنانشون نیک با همین دستگیریاشون ما خبرگیری کرد تیسر را که مثل همین که از خیر و سخاوتمند آدمی نیکچو خوبسار بسیارتر شود مثل همین که از آدم ها زیادتر شود که تاجیکستان باز زیباتر و خاندان دلجو باشه مخلصاشون سلام بر تمام مردم تاجیکستان یک بار دیگر عید قربان به همه مردم مسلمان ها مبارک باشد سلام بر تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان که بیرون از مرز تاجیکستان رو معرفی میکنند و سلام به برادر عزیزمون ورزشگر اعظم غفورов که یک چند روز پیش در فدراسیون روسیه در محاربه های تن به تن چمپیون جهان شد مبارک باشد ما بسیار شاد شدیم
انا وقتی که تماشا میکردیم برابر اعظم غفورов ما هم محاربه میبردیم. شخصا مخلص اعظم غفورov هستم، موین غفورov هستم. خلاصی گپ با شما فقط بوری ها تمنا میکنیم. تمام تاجیکستان از این موفقیت های شما شاد شد. دعا میکنیم که در کجایی که نباشید همیشه صحت سلامت باشید و فقط چمپیون جهان باشید. تاجیکستان دائما با شما فخر میکنند. ما مردم تاجیکستان با شما فخر میکنیم. فقط بپیش بپیش بپیش. وقتای پیش اگه کسایی اینا که میگذشت میگفتن که رحمتی انسانی خوب بود، بسیار کتاب خوان بود، نماز خوان بود، دستی به خیر داد، بسیار انسانی پاک بود. همین خیلی میگفتن. اگر حاضی در زمان اگه کس بمرم میگه بیچاره دای وسطی بود، یگان کس بلاک نمیموند، 10 مرا لایک میموند. در اینستاگرام 800,000 پدپیس چیک داشت. در اینترنت بسیار زور بود. حاجی خیلی میگن. شد؟ شد. تبریکات شما. تبریک نکن. جون همین قوطی باز کنین. در اینجا یک چند نمودی چیپس است. چشیدم ازش گرد زنید. هیچ خیلی مزه دار است.